سلام دوستای گلم، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو قراره بهتون جمله شرطی نوع اول رو آموزش بدم. اگه آماده این آموزش امروز رو شروع کنیم. اگه خوب درس بخونی امتحان قبول میشی. اگه خوب پول جمع کنی میتونی اون ماشین رو بخری. اینا رو چطوری باید به انگلیسی بگیم؟ پس وقتی که قراره میگیم اگه یه کار رو الان انجام بدی در آینده نتیجهش رو میبینی، از این گرامر که بهش میگیم جمله شرطی نوع اول استفاده میکنیم. مثلا اگه خوب درس بخونی امتحان رو قبول میشی. If you study hard, you will pass the test. یا اگه خوب پولا رو جمع کنی میتونی یک خونه بخری. If you save some money, you will buy a house. برای اینکه بخوایم جمله منفی درست کنیم کافیه که این جملات رو منفی کنیم. برای مثال اگه خوب درس نخونی اون امتحانم قبول نمیشی. If you don't study hard, you won't pass the exam. این یعنی اگه الان خوب درس نخونی امتحان تو در آینده، حالا میخواد اون آینده 2 روز 3 روز هفته آینده باشه، قبول نخواهی شد. نکته که اینجا مهمه اینه که توی ایف کلاس هیچ وقت از ویل استفاده نکنیم و از گرامرهای زمان حال مثل حال استمراری یا حال ساده استفاده کنیم. پس گرامر ما شد ایف به علاوه گرامر حال ساده و در قسمت دوم جمله ویل به علاوه شکل ساده افعال. حالا به جای ویل میتونیم از کن هم استفاده کنیم. برای مثال اگه پولاتو جمع کنی میتونی یک ماشین بخری. If you save some money, you can buy a car. بچه جمله شرطی نوع اول رو به 2 حالت میتونیم بیان کنیم و هیچ تفاوتی توی معنا ایجاد نمیشه. مثلا If you study hard, you will pass the test. و اگر من بگم You will pass the test if you study hard، باز هم معنی جمله همچنان همون هستش. حالا میتونم این مدل سوالات رو در واقع این مدل جملات رو سوالی هم داشته باشم. مثلا چیکار میکنی اگه امتحان قبول بشی؟ What will you do if you pass the test? What will you buy if you have a lot of money? اگه کلی پول داشته باشی چی میخری؟ پس میتونیم که این جملات رو به صورت سوالی هم داشته باشیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه که این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که با لایک، کامنت و سابسکرایب از این ویدیو حمایت کنیم.